سلام بچه ها، خوش آمدید به ویدیو. تو این ویدیو اومدیم ای فوتبال قولی تو رو میخواستم بگم. در این ویدیو محسوس همینه بچه ها. من این دفعه ترکیب خراب شد. ترکیب قبلیم خب مسی 103 داشته، همینطوری خیلی خفن بود و اکانتم پرید متاسفانه. بچه کارت جدید مسی اومده بود، این شانس منه نکن. دقیقا روزی که هم ویدیو بگیرم اکانتو من بپره، خیلی بده، واقعا بده. این صدا میاد به یه زنجبیل لیونل مسی یه باز اولی میده. سان بیزم بلگام یعنی من وای خدا دروازه خالی زد. امروز هم 2 تا باز بیشتر نمیرن، 2 تا 6 دقیقه، 2 تا بازی 6 دقیقه، 2 تا 12 دقیقه، 24 دقیقه کل ویدیو. زیاد آپلودش هم طول میکشه، شاید کم در شد، شاید همین بازی تمام شه. ماشالله چه گولی هم داداشم در مسی لیونل مسی. باشه دلیلی که ماهان سانسکرین ویدیو نمیذاره حوصلش اصلا نداره. ویدیو گذاشته، ویدیو ساخته اما حوصلش نش آپلودش خیلی اصلا بیزار که بازش بیشتر بشه. بچه خدایی توی روبیکا میامد 1,400 تا شدم و یه چیزیه خواه بگم چجوری اینقدر بازدید ماهان سانسکرین گرفته و همین دیگه. خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. واسه من یه چند روز $1,000,000 همون 1,000,000 رو جمع کنم که سرمایه قوی‌ترین سرمایه یعنی به گواردیولا هم خیلی گرونه، $500,000 یا $500 نمیدونم کجا دوتا هست. باشه تو کامنت ها بید چند سالتون و کلاس چندم. باشه من یه ویدیوی GTA گرفتم، واقعا مثل ماسانیسی رو نمیتونم حوصله‌اش ندارم هی اسم نویسم. بچه تو کامنت ها بید چه بازی بسازم. مثلا GTA بازی کنم مرحله اوله GTA سندریاس، خیلی بازی روی کنسول اونا، اما روی گوشی کم بعضیش بگی مثلا FC موبایل هست، GTA هست، سندریاس هست، زیاد دیگه من تونستم میسازم. خیلی به طورم میکشه دانلودش، باید 2 ماه طول بکشه. وای بازاری که کنسول خیلی طول داره، خیلی بازار دانلود به دست خوش چیه گوله میزنه داداشم. یه عشق من یعنی اصلا همین 2 بار از اینجا من زمانم میگیره خوش شد میزنه. تا الان ویدیو 4 دقیقه و 20 دقیقه شده و بچه من چند تا آهنگ چی کردم بچه میبرد پیشم با ویدیو بعدی. نه اگر بالای 5 یا 50 تا یا 10 تا 16 تا 17 تا سالشم تا اما کم نباشه، بیشتر از 10 باشه، 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اما بازدیدان مهمه ها، پسندیدان زیاد ببریم بالا که
انرژی هم بگیرم. حتی تو کامنت ها بیزه حضرات پیه قلب آبی کیا استقلال پرسپولیس، هر کی استقلالیه توی کامنت ها بگه برسه استقلال، نه منو مشترک کنه و لایک کنه. پرسپولیسی ها کامنت بزن لایک کنه. من میگم استقلال، من خودم استقلالیم. شما دیگه من بیشتر توی کامنت های اینستا و اینا دیدم استقلال هست. مثلا من هم دوتاشون هستم، بیشتر با استقلال حال میکنم که اول جدوله. زبان فکر دوم بود، آره دیگه، آره زبان که دومه پرسپولیس. مثلا پرسپولیس تو بازنده تو کامنت ها استقلالیا تو کامنت ها پرسپولیس اسکول تو کامنت ها پر کنید اسکولا. ای بابا نیمه اول تموم شد. بچه اگر خواستی لوحه که مثلا علی زلزله دید که معروف، اما لوح یوتیوب نه ها، یه مثلثیه که اینجا صفحه میاد، یعنی اینجا که الان من در اینجا خب منم لوحمو میخوام بذارم، شما بگید یه عکسی بفرستید در تو روبیکا و بگید دیگه، یعنی میتره کنید بیتره کنید آهنگایی که هست دیگه. مثلا فیلم ها دیدین هه بوهای، خب دارم درست میگم یا نه؟ فیلمش نیست اما آهنگش رو بذارم و دیگه قشنگش کنم دیگه. همین. خب اون تو میگیری اون اینجا یا نه؟ نمیتونم بخوای مدر چی برو بابا باشه. برنامه که میم داره اما پرزنتیشن اصلا ایرانی ها نداره. اگه خواستم اونم بیارم و بیارم اونم بیارم ویدیو لایک و بالای 20 تا برسونه کارت زیاد دارم و حقیقت زیاد میکنه. گولتون نوبیس عشق من میگم اما من رونالدو فن هستم. یه میگی رونالدو نمسی شما میگه سال، من میگم رئال بارسا سالشون بهتر بود، مسی نیمار و رونالدو اونایی که خودتون میشناسین زیدان و مثلا زیدان که باز نمیکنه چه ربطی و همین دیگه. شما تا دقیقه 90 دقیقه بازی تموم کنم. کل کانده بعد تیم مثلا این نبود اون موقع اکانت خراب شده بود. تیم الهلال کلا لیگ عربستان داشتم، همه دیگه فروختم که بلینگهام پیستاره بود دیگه او گرفته مثلا که خودش داد. دلیخ رئیسه، آره دلیخ به خودش داد. یا سیمونا گرفتم با پولا. یکی دیگه به اونا انگل کانته بود، اونا فروختن بعدش با کولیبالی. زیاد نخریم واقعا گرون مونه، بخاطر همین خیلی پولامون کمه. حتی چالش نمیخوام بزنم، چالشی که اصلا اینا معلوم نیست، یعنی باید حتما برای درجه آسونی ها خدایی چالش از بیرونم میخوام بذارم. اگر شد اگر شاید نشه والا نمیرم بشه نشه خوب.
ماشاءالله آقای دیوید بیا جلو جرأت داری یعنی من از این فوتبال واقعا بچه پارت بعدی میخوام فیفا موبایل بچه این مشکلی داره که خیلی کیفیتش آشغاله، خیلی بد شده، آپدیت بدی داده، افسیش اصلا خوب نیست، بازیکن ضعیف. شاید مدل جدید خوب باشه اما سر خرابش کردن. مثلا 23 بهتر، 26 23 بهتر بود به گل 5-6. یعنی این دفعه خدایی آپلودش خیلی طولانیه. اینترنتم که اینترنت ایران که خراب بچه پارت بعدی ادامه همینه، اما متاسفم که شما موبایل رو نمیتونم بذارم، خیلی کیفیتش بده. همش مرسی ویدیو تماشا کردید، ویدیو لایک و سابیاتون نره تا ویدیو بعدی. خدایا رو نگهداری همه تو، خدایا رو همه دوستان و خودتون، خدایا رو نگهدار.